سالاد الویه خوشمزه با تمام نکته‌هاش یاد بگیری، پس با من همراه باشید. موادی که لازم داریم خیارشور، تخم مرغ، سیب زمینی، سینه مرغ، پیاز، 2 تا هویج آبپز نگینی، نخود سبز، سس، کمی سرکه و روغن زیتون و نمک و فلفل. خیارشورا رو 2 طرفش رو ما برش میدیم، بعد از وسط برش میزنیم. سعی میکنیم خیارشورامون خیلی ریز خورد کنیم. به این صورت خیارشورا رو نگینی ریز خورد میکنید. هویج رو پوست میگیرید، میذارید تو آب، کمی آب پز بشه به این صورت که من کردم. بعد به صورت نگینی خورد میکنید. پخته نباید باشه، فقط آب پز بشه کمی. خب من مرغای سینه رو گذاشتم. آب زیاد نمیریزیم، تقریبا 1 لیوان و نیم. با آب کم باید پخته بشه. کمی زردچوبه میریزم، خیلی کم. نمک ولی فراوون میریزم که مرغ من خوب مزه دار بشه. 1 دونه پیازم از وسط 4 نصف میکنم، داخلش میندازم، میذارم مرغم پخته بشه. بعد از که جوش اومد، خب سیب زمینی‌ها میذاریم میپزه. آب به اندازه که روشو بگیره میریزیم، نمک هم اضافه میکنیم. بعد وقتی که جوش اومد درشو میذاریم. خب سیب زمینی‌ها رو تو آب ریختم، گذاشتم، قبلا شستم، کمی نمک روش میریزم، درشو میذارم. وقتی که جوش اومد شعله‌شو کم میکنم. خب ببینید مرغ من پخته، اصلا دیگه آبی هم نداره. نگاه کنید، هیچ، چون ما آب مرغ اصلا احتیاج نداریم. من اینو خاموشش میکنم، میذارم خنک. خب اینم سیب زمینی‌های من پخته شده، آماده است، میذارم خنک بشه. اینم تخم مرغ. خب بچه ببینید سیب زمینی‌ها رو پخته رو کمی بذارید خنک بشه. من هنوز داغه. هر دفعه اینم خالی کنید، دوباره پوست بگیرید. سریع پوست سیب زمینیاتون گرفته میشه. خب مرغا رو هم در آوردم، دارم پاک میکنم. بعداً با دستم یا با چنگال، 2 تا چنگال بردم ریش ریش میکنم. زمینی پخته است که پوست گرفتم. مرغا رو ببینید با 2 تا چنگال به این صورت ریش ریش میکنیم، یا میتونید با میکسر هم ریش ریش کنید، اونم راحته. سیب زمینی‌های من که پخته شد، الان شروع میکنم با گوشت‌کوب له کردن با این وسیله. خب 1 کره 50 گرمی من داخل سیب زمینی‌ها میندازم. سیب زمینی‌ها رو با کره من له میکنم کامل. خب 2 قاشق من روغن زیتون بیبو هم داخلش میریزم. 2 قاشق هم سرکه میریزم داخلش. این مرحله من مرغ ریش ریش شدم و اضافه میکنم. هویج نگینی شده رو به اندازه اضافه میکنم. شروع میکنم به هم زدن. توی این مرحله 3 تا رو من اضافه کردم، سیب زمینی، مرغ و هویج که اضافه کردم. 1 مقدار سس مایونز میریزم داخلش. خب ما یه مرحله اینا رو با هم دیگه که قاطی کردیم، سس هم اضافه کردیم. اینجوری باعث میشه مصرف سس خیلی کمتر بشه. نمکش هم اندازه میزنیم. توی این مرحله من خیارشور رو اضافه میکنم. من 1 قاشق تا 2 قاشق سس دوباره اضافه میکنم. نمک هم یه مقدار اگه دیدیم کمه، یه کم میریزیم. فلفل سفید باشه بهتره، ولی چون نداریم کمی فلفل سیاه میریزیم. 1 دور هم میزنیم. بعد مواد دیگر رو میریزیم.
ما تخم مرغ رو میتونیم هم رنده بکنیم، هم کوچولو کوچولو خورد کنیم داخلش بریزیم. اگه میخواید چند وقت نگه دارید اولویتون رو، سعی کنید زرده نریزید داخلش، فقط سفیده بریزید. این یه نکته خیلی مهم توی سالاد اولویه است. مقدار نخود سبز من برای تزیین برداشتم دیگه. آخرین مرحله تخم مرغ رو ریختیم و نخود سبز. حتما این کارا رو بکنید، اولویه‌های خوشمزه‌ای درست میکنید، خیلی مصرف سستون هم کم میشه. یه قاشق دیگه سس میریزم دیگه، کافیه. میذارم چند ساعت توی یخچال بمونه، مواد به خورده هم بره. بعدم ببینید چقدر ما سس دیگه احتیاج داریم بریزیم. بعدم توی ظرف سرو میکشیم. من این مواد آماده که کردم این داخلی میریزم توی یخچال میذارم، یه سلفونم روش میکشم، چند ساعت توی یخچال بمونه، بعد داخل ظرف سرو. خب من الان این سالاد اولویه رو از یخچال بعد از 2-3 ساعت در آوردم. سسم که دیدید مقدار خیلی کمی ریختم، ولی مرحله به مرحله ریختم. الان دوباره هم میزنیم، اگه سس احتیاج داشته باشه میریزیم، دیگه سس احتیاج نداره. خب توی ظرف سرو میکشیم و بعد با هویج، گوجه، نخود فرنگی تزیینش میکنیم. سالاد اولویه خوشمزه ما آماده شده، بسیار راحت تهیه میشه. نکتهش این بود که مواد و مرحله به مرحله بریزید و سس و لابلاش بریزید، 1-2 ساعت هم تو یخچال بذارید. ممنون از اینکه همراه من بودید. من اینا رو چند تا هم ساندویچ باهاش درست میکنیم، باهاش سالاد اولویه. ساندویچا رو من کوچیک کوچیک کردم، وسطش رو کمی نونش رو برمیداری ولی زیاد نه چون سوراخ میشه. داخلش سالاد اولویه میریزم با چند تا خیارشور رو گوجه میذارم. ساندویچای خوشمزه اولویه.